123 سال قبل از میلاد. شب‌های بابل سنگین‌تر از همیشه است. در تاریخ واقعی اسکندر همینجا روی تخت بیمارستانی دوران باستان نفسش بریده شد. اما بیایید تصور کنیم یک چیز کوچک فرق می‌کرد. تبش پایین می‌اومد و اسکندر از بستر بلند می‌شد. اگر این اتفاق می‌افتاد، دنیا احتمالاً شکل کاملاً دیگری پیدا می‌کرد. اسکندر در اون لحظه فقط 32 سالش بود، اما امپراتوری ساخته بود که از یونان تا مصر و از ایران تا هند میرفت و مهمتر از همه تازه نقشه های بزرگ بعدیش رو هم آماده کرده بود. نقشه اولش حمله به شبه جزیره عربستان بود. اسکندر باور داشت که اگر عربستان رو بگیره، کنترل کامل تجارت دریایی و خشکی بین آسیا و آفریقا دست خودش میفته. یعنی اقتصاد دنیای باستان کامل زیر امپراتوری میرفت. نقشه دومش پروژه عجیب یکی کردن فرهنگ ها بود. چیزی که امروزه بهش میگن جهانی سازی. او حتی هزاران سرباز یونانی و ایرانی رو مجبور کرد با هم ازدواج کنند، چون میخواست نسل جدیدی بسازه که نه یونانی باشد نه ایرانی، بلکه فقط اسکندری. اگه زنده میموند احتمالاً همین سیاست رو چندین برابر ادامه میداد. در نتیجه شاید اصلاً فرهنگ ایرانی، عرب، یونانی یا هندی امروز شکل متفاوتی پیدا میکرد. نقشه سومش هم خیلی مهم بود، حمله به غرب. بله، اسکندر تصمیم داشت به کارتاژ، شمال آفریقا و حتی روم حمله کنه. روم اون روزها هنوز امپراتوری نبود، یک جمهوری نوپا بود که تازه داشت قدرت می گرفت. اگر اسکندر زنده میموند و به روم حمله میکرد، احتمالاً چیزی به اسم امپراتوری روم هیچ وقت به وجود نمی اومد. یعنی چی؟ یعنی تاریخ اروپا کامل زیر و رو می شد. قرون وسطی شکل دیگه‌ای پیدا می کرد و شاید اصلاً تمدن غربی به شکل امروزی وجود نداشت. اما سوال مهمتر اینه، امپراتوری اسکندر دوام می آورد؟ اینجاست که تحلیل تاریخ‌دانها جذاب میشه. امپراتوری اسکندر خیلی بزرگ بود، خیلی بزرگتر از اون که یک نفر بتونه تنهایی نگهش داره. فرهنگ‌ها متفاوت، زبان‌ها متفاوت، مشکلات همیشگی شورش‌ها. بعضی مورخ‌ها میگن حتی اگر زنده میموند، نگه داشتن این امپراتوری تقریباً غیر ممکن بود. اما بعضی‌ها هم میگن شخصیت اسکندر، کاریزماش، توانایی فرماندهی و سرعت تصمیم گیریش آنقدر بالا بود حداقل چند دهه دیگه گسترشش بده. به احتمال زیاد اسکندر اگر زنده میموند، دنیا وارد یک دوره طولانی آمیختگی فرهنگی میشد. ترکیبی از یونانی، ایرانی، مصری و هندی. دینها، زبانها و هنرها در هم مخلوط می شدن و شاید یکی از بزرگترین دولت‌های واحد تاریخ شکل می گرفت. اما یک چیز قطعیه، دنیای امروز به هیچ وجه شبیه چیزی که میشناسیم نمی بود. نه اروپا همین اروپانی شد، نه خاورمیانه همین خاورمیانه، و نه حتی فناوری و علم مسیر فعلیشو می رفت. گاهی فقط یک اتفاق کوچک مثل پایین اومدن تب یک فرمانده میتونه مسیر تاریخ بشر رو کامل تغییر بده. خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودید. تا دیدار بعد بدرود. رازهای باستان.